یک کتاب حدیث با علما معلوم است. سنن دار قطنی نامش چیست؟ سنن دار قطنی صاحب. بیش مولوی صاحب هست کتاب حدیث. اون مبارک نقل میکنه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم با یک جای باول کرد. یک کسی ام ایمن نام داشت. رسول خدا که دوباره میآید صلی الله علیه و سلم ام ایمن برآمد. پالید که جناب رسول الله با کجا باول کرده. سبحان الله بگویند برادران عزیز. بالاخره از بویش یا بوی عطر میداد باول رسول الله علیه السلام. عطر جناب رسول خدا را بوی کرد و نوش جان کرد. دوباره آمد گفت که یا رسول الله صلی الله، گفت کجا بودی؟ گفت که باول معطر شما را نوش جان کردم. ببین حدیث مستندی که سنن داره خودی روایت میکنه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربانی کردن که خوب دیگه کسی که به شکم او عطر ما بخورد باول ما برود شکم او هرگز گرسنه نمیگردد. شکم آن ام ایمن شد دیگه گرسنه نشد از برکت باول مطهر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. باول خوردن که پیساده نیست برادران، از برکت اخلاق و مهربانی ها و عطوفت ها و عزت ها و شجاعت ها و غیرت ها و دلسوزی ها و تحمل های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است.